آموزش 0 تا 3 تنظیمات پابجی موبایل پارت 1. دوبار بزن رو صفحه، این ویدیو رو لایک کن، بریم سراغ آموزش ویدیو. همینطور که میبینین الان هم گزینه تیر زدن و هم گزینه اسکوپ روی صفحه هست. اما اگه بیاین داخل تنظیمات قسمت بیسیک کنترل و این گزینه رو روی حالت دومی بذارین، گزینه تیر زدن شما محو میشه و فقط زمانی که اسکوپ رو باز کنین گزینه تیر زدن واسهتون میاره. اما اگه همین گزینه رو روی حالت سومی یعنی دیزیبل بذارین، در هر صورت گزینه تیر زدن شما محو میشه. این ویدیو رو سیو کن، چون که این تنظیمات بالاخره یه روزی به دردت میخوره. شاتگان دو تا گزینه داره، یکیش این که هر بار روی تیر بزنین شلیک کنه، اما اگه از قسمت بیسیک کنترل روی این گزینه تنظیم کنین، شما برای تیر زدن باید دستتون رو روی گزینه تیر نگه دارین و هر وقت دستتون رو بلند کنین تیر میزنه. این گزینه برای خط گرفتن داخل خونه‌های مسکن مر خیلی میتونه کمک کنه. گزینه بعدی در مورد اسنایپ هستش که در حالت عادی هر وقت روی گزینه تیر زدن بزنین شلیک میکنه، اما اگه شما این گزینه رو فعال کنین خودکار موقعی که تیر میزنه اسکوپ رو هم باز میکنه. لایک و سیو این ویدیو یادت نره، چون که این ویدیو 100% به دردت میخوره. برای دیدن آموزش‌های بیشتر حتما پیجمو فالو کن.